پدر به فرزندش گفت: فرزندم، تو آدم نمیشوی. مگه سالها از بین گذشت، زمانه فرزند را دیگرگون کرد، خیلی ثروتمند شد، رئیس جمهور شد. وقتی که در سری وظیفه نشست، سخن پدرش در یادش آمد. و معاون خود گفت: پدرم را بیارید. وقتی مگه پدر را به نزدش بردند، پدر نگاه کرد، کبر و تکبری فرزندش را خیلی خجالت زده شد. گفت: ای موی سفید، در یاد داری و من گفته بودی که تو آدم نمیشوی، اکنون ببین. پدر میگه نزدش آمد، گفته: ای فرزندم، من به تو نگفته بودم که ثروتمند نمیشوی، من به تو گفته بودم که آدم نمیشوی، تو آدم نشده ای. قصه دیگر میگه یک مرد و یک زن در آرزوی فرزند بودند. طول 6 سال با همدیگر زندگی کردند. یک فرزند از اینها به دنیا آمد. فرزند را کلان کردند، خواندند، زن دادند و این فرزندشان باز یک فرزند دیگر تولد کرد و مادرش از عالم چشم پوشید. پدر تنها ماند. چند سال از بین نگذشت، همسرش با پدرش جنجال می شود و همسرش با شوهرش می گوید: یا اینکه پدرت یا اینکه من، یکی را قبول میکنی. اگر پدرت با تو ایستد، مرا دیگر نمیابی. فرزند ناعلاج می شود. هرچند فکر میکند، در یادش میزند که بابایش یک خانه داشت در درون یک کوه، خیلی خانه فقیرانه، و با همسرش مصلحت میکند، میخواهد که پدر را با همون خانه برده و بپرتاید. وقتی پدرش را میگیرد میگوید: پدر جان، به یک جا تماشا میرویم. فرزندش میگه، همون کودک 4 ساله بود، گفت: پدر جان، من هم با شما بیروم. پدر گرفت و کودک و پدرش را به همون خانه که در کوه بود به همونجا رفت. میگه خانه نه در داشت و نه تریزه، خیلی یک جای تاریکی بود. برده پدر رو در همونجا گذاشت. گفت: پدر جان، تو نشین، من کمی کار دارم، برمیگردم. پدر گفت: میلش فرزندم، کارت را کن، من تو را منتظر هستم. وقتی در نیمه راه آمدن، کودک 4 سالش گفت: ای پدر جان، یک لحظه ایست. چرا بابایم را در این خانه تاریک گذاشتی؟ گفت: کار خودت را که رفتیم. گفت: ای پدر، وقتی که من کلان شوم، تو را آورده در همین جا میگذارم. میگه این سخن وقتی که شنید، به نهایت گریه کرد و به سوی پدر دوان آمد و در پیش پای پدر خود را پرتافت. گفت: پدر جان، مرا ببخش، مرا ببخش، مرا ببخش. پدر گفت: من میدانستم که تو باز میگردی. حج ره کی، نماز میگذاری، روزه میگیری، خیر و صدقه میکنی، پدرت را راضی کن. پدر راضی نباشد، همه این کار تو برباد است. بهترین نعمت است در روی دنیا برای هر یک جوان این پدر و مادر است. و بوی همسر پدر را مرنجانید. پدر قدر و منزلت بزرگ دارد. تو را خواند، کلان کرد، زن داد، برای تو بخوابی هم کشیده است، عذاب و مشقت هم دیده است. امروز پدر را نیمه راه میکنی. بازم میگویم، اول درجه پدر و مادرتون است، بعد همسر و دیگرش.